سلام بر بچه، امیدوارم حال همتون عالی باشه و اوقات به کامتون خوش باشه. امشب قراره با هم یک پرونده و داستان جنایی دیگر رو زیر ذره بین ببریم و با هم از پشت پرده این جنایت آگاه شیم. میخواستم شوهرم کشته شود، اما آشپزی که همکارم بود چند قرص به من داد تا آنها رو به شوهرم بخورانم. من قصد چنین کاری را نداشتم، اما حرفهای آشپز باعث شد این فکر به ذهنم بیفتد. قبلا 2 مرتبه برای ادب کردن شوهرم نقشه کشیدم. یک بار مبلغی پول به 2 مرد افغان دادم تا او را گوشمالی دهد، اما آنها سرم را کلاه گذاشتند و بعد از گرفتن پول فرار کردند. بریم وارد پرونده بشیم تا به پشت پرده این ماجرای هولناک پی ببریم. ماجرایی که صبح شنبه 11 شهریور ماه مثل بمب در فضای رسانه ها پیچید. انگار خاطره مهین قدیری اولین قاتل زنجیره‌ای زن را زنده کرد. وقتی زن 56 ساله به جرم قتل همسر صیغه‌ایش دستگیر شد، کسی تصورش را هم نمی کرد که او یک قاتل سریالیست که در طی 9 سال شوهران صیغه‌ایش را به قتل رسانده. هرچند زن 56 ساله به قتل 7 مرد اعتراف کرد، اما بررسی ها نشان داد که او در این سالها 13 شوهر صیغه‌ای داشته که همه آنها جانشان را از دست دادند و به همین دلیل احتمال می رود آمار قربانیان او بیشتر از 7 نفر باشد. این قاتل سریالی که کلثوم نام دارد در هفته گذشته توسط پلیس محمودآباد به جرم قتل شوهرش دستگیر شد. شوهر او مردی 82 ساله بود که ابتدا تصور میشد به دلیل سکته جان باخته، اما بستگانش میگفتند که او به قتل رسیده. یکی از بستگان مقتول در تشریح ماجرا به مأموران گفت: پدرم سال خورده بود و تنها زندگی میکرد. برای اینکه همدمی داشته باشد به دنبال زنی میگشتیم. بعد از مدتی جستجو از طریق یکی از آشنایان با زنی 56 ساله به نام کلثوم آشنا شدیم. کلثوم 56 ساله با مهری 500 میلیون تومانی به عنوان همسر صیغه‌ای مرد 82 ساله راهی خانه او شد و زندگی مشترک این زوج آغاز شد. اما فقط چند ماه زمان کافی بود تا مرد 82 ساله متوجه شود که کلثوم قصد جانش را کرده. این مرد قبل از مرگش به بچه‌هایش گفته بود که این زن قصد جانش را کرده و کلثوم به زور به او قرص قلب و قرص فشار می‌دهد. مرد 82 ساله تنها چند روز بعد از گفتن این جملات به فرزندانش در کام مرگ فرو رفت و به دنبال مرگ او فرزندانش راهی اداره پلیس شدند و از همسر صیغه‌ای پدرشان به اتهام قتل شکایت کردند. با این شکایت پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شد و تیمی از مأموران به تحقیق درباره این مرگ پرداختند و با به دست آمدن سرنخ‌هایی که ضمن دست داشتن کلثوم در این جنایت را قوت می‌بخشید این زن دستگیر شد. زن 56 ساله هفته گذشته دستگیر شد و تحت بازجویی قرار گرفت. او که میدید دستش نزد پلیس رو شده، علاوه بر قتل پیرمرد 82 ساله به قتل 6 نفر دیگر هم اعتراف کرد. مردانی که همه بالای 75 سال سن داشتند. زن جنایتکار ابتدا به صورت موقت با آنها ازدواج میکرد و بعد از حدود 2 یا 3 ماه زندگی مشترک با خوراندن قرص یا حل کردن آن در نوشیدنی طعمه هایش را به قتل میرساند. اعترافات این زن جنایتکار نشان میدهد که او در خانواده معمولی در یکی از روستاهای ساری به دنیا آمده بود. وی در 11 سالگی با نخستین شوهرش ازدواج کرد که حاصل این ازدواج یک فرزند پسر بود. پسری که سالها بعد بر اثر بیماری درگذشت. کلثوم بعد از ازدواج اولش
با مرد دیگری ازدواج کرد. ازدواجی که حاصل آن دختری بود که حالا ازدواج کرده و از اینکه مادرش به قتل دست کم 7 نفر اعتراف کرده شوکه شده. قاتل سریالی بعد از مرگ شوهر دومش چند بار دیگر هم به صورت دائم ازدواج کرد که در شناسنامه‌اش ازدواج دائم با 5 نفر ثبت شده و حالا تحقیقات برای یافتن این افراد و مشخص شدن سرنوشت آنها ادامه دارد. او تومه‌هایش را از بین مردان سالخورده اما ثروتمند انتخاب می‌کرد. مهریه‌ای که کلثوم طلب می‌کرد معمولاً پول نقد یا ملک بود و به این ترتیب به عقد سوژه مورد نظر در می‌آمد. اما در کمتر از 3 ماه با شگردهایی که داشت شوهرش را از طریق خوراندن دارو یا خفه کردن به قتل می‌رساند و بعد مهریه خود را به اجرا می‌گذاشت. به گونه‌ای که طبق تحقیقات پلیس وی توانسته بود با این شگرد صاحب چند ویلای مجلل در مازندران شود. آنطور که تحقیقات پلیس نشان می‌دهد، کلثوم قتل‌هایش را در شهرهای مختلف مازندران مرتکب شده، از ساری و قائمشهر تا نکا و بابل. او بعد از نخستین قتلی که مرتکب شد، مورد ظن خانواده مقتول قرار گرفت، تا جایی که آنها از وی به اتهام قتل شکایت کردند و جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل شد. اما در نهایت با پیگیری‌های دختر و داماد کلثوم، خانواده مقتول از شکایتشان گذشتند و او توانست به جنایاتش ادامه دهد. قاتل سریالی مازندران در حالی که به قتل 7 نفر از شوهرانش اعتراف کرده بود، بررسی‌ها نشان داد که او با 5 نفر به طور دائم و 13 نفر به صورت موقت عقد کرده. این در حالی است که همه 13 مردی که پیش از این با او ازدواج کردند جانشان را از دست داده بودند. به همین علت احتمال می رود تعداد قربانیان او از عدد 7 بیشتر باشد. به گفته سردار حسن مفخمی شهرستانی، فرمانده انتظامی مازندران، متهم اعتراف کرده که با افزودن مواد بیهوش کننده در نوشیدنی همسرانش آنها را بیهوش می‌کرده و سپس به قتل می‌رساند. یه لحظه صبر کن. اگه تا اینجای ویدیو همراه ما بودی، لطفاً این ویدیو رو لایک کن و با زدن زنگوله از ویدیوهای بعدی ما مطلع شو. حالا بریم سراغ ادامه ویدیو. وقتی جسد گنجلی حمزه‌ای توسط پزشکان روستا بررسی شده بود، علت مرگ ایست قلبی اعلام شد. خانواده هم فکر می‌کردند چون سن پدرشان بالا بوده به مسئله خاصی شک نمی‌کنند و احتمال این را هم نمی‌دادند که او به دست نامادریشان به قتل رسیده. برای همین بعد از تحویل گرفتن جنازه او را به خاک سپردند. اما حالا بعد از گذشت 10 ماه متوجه شدند که پدرشان به دست قاتل سریالی به قتل رسیده. فرزند مقتول در ابتدا گفته پدرم در زمان فوت 83 سال داشت. او مرد ساده‌ای بود که به دلیل وضعیت مالی نسبتاً خوبی که داشت بعد از فوت مادرم برایش پرستار گرفتیم. اما بعد از مدتی برای اینکه از تنهایی بیرون بیاید و یک نفر به صورت مداوم در کنارش باشد تصمیم گرفتیم تا برایش همسر بگیریم و کلثوم زنی بود که به ما معرفی شد. ابتدا ما نمیخواستیم که عقد آنها موقت باشد، اما وقتی کلثوم گفت که حقوق شوهر سابقش را از دولت میگیرد و به این پول نیاز دارد، ما هم با ازدواج موقت آنها موافقت کردیم. ما در یک روستای کوچکی زندگی میکنیم که همه ما را میشناسند. یک دوست راننده تاکسی داشتیم که از مدتها قبل میدانست ما برای پدرمان به دنبال همسر هستیم. یک روز او به من زنی را معرفی کرد و اینقدر از مهربانی و صبوری او تعریف کرد تا ما هم قبول کردیم تا به عقد پدرمان درآید. حتی به عنوان شیرینی 10 میلیون به راننده تاکسی که کلثوم را معرفی کرده پرداخت کردیم و خوشحال بودیم که بالاخره پدرمان از تنهایی درآمده. اما از کجا باید می‌دانستیم که این زن شیاد یک قاتل حرفه‌ای است؟ پسر قربانی ادامه داد برای اینکه کلثوم قبول کند در هر شرایطی مراقب پدرم باشد،
40 سکه برایش مهر کردیم و در طول مدت 42 روزی که با پدرم زندگی کرد تعداد زیادی علنگو، لباس و لوازمی که میخواست رو هم خریدیم. حتی آخرین باقی مانده از مهریش را که 30 میلیون بود 20 روز قبل از دستگیری به او پرداخت کردیم. کلثوم در اعترافاتش گفته بود که اول 1 لیوان شیر به پدرم داده و بعد از آن تعداد 100 قرص قند را در آب حل کرد و به پدرم خوراند و وقتی پدرم بیهوش شد با حوله او را خفه کرد. وقتی ساعت 5:30 صبح با ما تماس گرفت ما سریع به خانه پدرم رفتیم و اورژانس هم آمد و پزشکا بعد از معاینه به ما گفتند که او بر اثر سکته قلبی فوت کرده. برای همین ما خیلی پیگیری نکردیم که جسد را به پزشک قانونی بفرستیم. اما حالا بعد از اعترافات کلثوم به جنایت این زن پی بردیم. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و با سابسکرایب کردن کانال یوتیوبمون از ما حمایت کنید.